سوال به ما مجموعه آ و ب رو داده. آ اجتماع ب و آ اشتراک ب رو به صورت بازه و روی محور اعداد میخواد. برو که بریم. آ ایکس ها یکی از یک بزرگتره، کوچکتر مساوی 4. چون کوچکتر مساوی 4، 4 رو تو پر می نویسیم. ب هم از منهای 2 شروع میشه تا 2 بسته، منهای 2 باز تا 2 بسته. حالا اجتماعش رو میخواد. اجتماع هر چیزی که چه توی آ باشه چه تو ب باشه میشه جزء اجتماع ما، یعنی یا توی آ یا توی ب. میشه از منهای 2 باز تا 4 بسته. حالا اشتراک. دوباره اول آ و ب رو میکشیم. آ از 1 بود تا 4 بسته، 1 باز تا 4 بسته آ بود. ب هم که از منهای 2 باز تا 2 بسته. حالا اشتراک یعنی هر چیزی که هم توی آ هم تو ب به صورت همزمان باید تو جفتش باشه. 1 باز تا 2 بسته. چون ما توی آ 1 رو نداشتیم، 1 هم توی اشتراک نیست. 1 باز تا 2 بسته.